یک شب تاریک پلیس کاملا مراقب بود. تیر در خشاب 7 تیر آماده شلیک بود. مردم آرام خفته بودند، ولی یک دزد بدون توجه به عواقب کار که عملش جزایی داره، زندونی داره، هرچه بود و نبود در کیسه ریخت و مثل برق زد به چاک و رفت. آو خانه خراب مثل شغل دیوار سولاخ کرده و فرار کرده. در همون شب عده‌ای بدون اینکه فکر کنن حسابی هست، کتابی هست و این کارا گناه داره، تا تونستن بعضی چیزا رو دستمالی کردن، این خانم رو ماچمالی کردن و بعدم قضیه رو ماسمالی کردن. خانم پرستار اینجا چه جور مریض خونه‌ایه که دواش الکل غیر طبیعیه؟ پرستاراشون با رقص و آواز از مریضا پرستاری میکنن ها؟ اینجا بیمارستان یا بیارستان؟ تحقیقات نشون میده که تمام این کارها از نوع کارهای دست زدن، با دست کشتن، با دست بردن و با دست فرمان دستگیری و تعقیب دست‌اندرکاران صادر شد و تمام دست‌ها رو بازرسی کردند. آخر سر معلوم شد که از میان صدها دست فقط این دست کجه. کجه؟ کی میگه کجه؟ از خودش بپرس. من سروریتم رضا کج دست. حالی چود با چی طرفی؟ مادر 100,000 مرتبه شکر. بالاخره نگفتم این دست کج جناب علی راست شده؟ نه نشده. چرا جناب علی دیگه آدم شدی قربان. نشدم. این دو مرد پیش از اون که به صورت قطب‌های مثبت و منفی این ماجرا در بیان، از دوره بچگی با هم دوست بودن، ولی از همون موقع معلوم بود که این دست کجه. آقای نظیم این دفعه رضا رو با من بوش برده قول میده تمیز بیاد بخوده. آهای شناختم مداغ رضای کج دست. نگی رفیق دوران بچگی من دید نشناخته. وایسا بایلا شلیک میکنم میزنم پدرتم در میاد. در جریان یکی از همین بگیر و ببندا بود که آقا رضا بدشانسی آورد و توی یه فقره دزدی نه تنها چیزی گیرش نیامد بلکه یه چیزی رم از دست داد. سلام آقا رضا. سلام. مشتاق دیدار؟ تو پیشونیت میخونم آخرش جمعات خودم میشه. خدا از دهنت بشنو. بیشتری که خودت پیش آبجیتو بپذی. زنی هستی که من آرزوشو داشتم، با من عروسی کن و منو به آرزوم برسون. علی جون من کنیزتم. این دختر تو زندگیش فقط 2 بار عاشق شد و از قضای اتفاق هر 2 مرتبه عاشقاش دستاشون کج بود و اهل ناخونک بودن. حسنی تو کی برگشتی خونه؟ سرتو بیار جلو یه چیزی در گوشت بگم. بفرما اینم خجالت داره آدم نامزده رفیقشو ماچ نمیکنه. این دست کجه، این دست کجه، این دست کجه. به ما میگن دستت کجه؟ در خلال ماجراهای این فیلم یک مسابقه عجیب عشقی در یک داستان پلیسی جنایی تمام عیار بین 2 دزد، یک پلیس، دختر و یک ناظر بی‌طرف در جریانه که برنده اون هر کی باشه محکوم به زندان ابد با اعمال شاقه میشه. این دست کجه، نقش جالب و چشمگیر دیگری از رضا بیک امامولی، منوچهر وثوق، شورانگیز طباطبایی، شهرام، میری کمدین بی‌رقیب سینما در نقش یک مأمور وظیفه شناس و دشمن سرسخت رضا دستگرد. سلام رضا جان کجدس. دانوی غم بغل گرفتن بسه از این اون کار شنفتن بسه. به زودی همگی تایید خواهید کرد که درست دست بالای دست بسیار است، ولی کجتر از این دست دستی نیست، محکمتر از این مشت مشتی نیست و خنده‌دارتر از این فیلمی. درسته سرکار؟ قربان این دست کجه، فیلمی از کارگردان با سابقه سینما مهدی رئیس فیروز، فیلمبردار قاسمی بند، محصول بی همانند دیگری از سینا فیلم. این دست کجه، این دست کجه.